خب سلام، من امیر پارسا با شبدوست هستم و امروز میخواییم با هم درآمد یوتیوبرهای کال اف دیوتی موبایل رو با هم ببینیم. 5 تا رو من آماده کردم که بریم با هم ببینیم و بیاد. اولیش بروز هستش، بروز وایتی با 390 تا آپلود و کشور ترکیه، 16.5 میلیون ویو ویدیوها، 48100 سابسکرایب و شروعش هم 1 فوریه 2021 بوده. ایشون با $8300 که $518 ازش کم میشه به دلیل مالیات، که فکر میکنم میشه یه چیزی اولوش 7800 7600 7700 $800. و نفر بعدی رو با هم ببینیم. نفر بعدی یکی از یوتیوبرهایی هستش که خیلی لایو میذاره. ایشون هم با درآمد حدود $3000 در جدول هستند و با 693 آپلود، 16000 سابسکرایب، کشور ترکیه و 4.5 میلیون ویو و 6 ژوئن 2021 اومدن توی یوتیوب و فعالیت خودشون رو شروع کردند. خب بعدی که ایزی پلی گیمینگ هستش. ایزی پلی گیمینگ با حدود 14000 تا $14500 و 1586 آپلود، 61100 سابسکرایب و حدود 35 میلیون و 900 هزار ویو. کشورشون آلمان هستش، ببخشید انگلیس هستش و در 25 جولای 2021 شروع به فعالیت کردن. همین. و یوتیوبر بعدی با حدود $2000 درآمد مهدی زد هستند و با 481 آپلود، 16700 سابسکرایب، 3 میلیون و 800 هزار ویو حدوداً. کشورشون اتریش هست اگه اشتباه نکنم و 5 سپتامبر 2020 شروع کردند. خب و آخریش هم که تقریبا هممون میشناسیم، ریپر هستش اگه اشتباه نکنم، اگر اسمش رو درست گفته باشم. ریپر با حدود $17000 در صدر جدول هستند و همین. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و راستی یادم رفت، 919 تا آپلود داشتن، 121000 سابسکرایب داشتن و 83 میلیون و 650 هزار رو 676 ویو داشتن. کشورشون اسلواکی هستش، و خدمت شما عرض کنم که
15 نوامبر 2021 شروع به فعالیت کردند و همین. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لایک و ساب فراموش نشه. تا درودی دیگر، بدرود.